اینترنت قرار بود آزادی بیاره، تبادل آزاد فکر و حرف، ولی حالا داره تبدیل میشه به بزرگترین ماشین کنترل تاریخ. اونم به دست همون کشوراییه که تا دیروز از آزادی حرف میزدن. بریتانیا شناسه دیجیتال میسازه تا مطمئن بشه کی چی میگه. استرالیا قراره قبل از اینکه یه ویدیو ببینی سن و سالت رو بدونه. اتحادیه اروپا هم پیام‌های خصوصیت رو اسکن میکنه و میگه نگران نباشید، به خاطر امنیتتون این کارو میکنیم. در آلمان اگه از مقامات دولتی انتقاد کنی تحت پیگرد قانونی قرار میگیری. بریتانیا به خاطر توییتات زندانیت میکنه. فرانسه هم که به جای رسیدگی به جرم و جنایت برای کسانی که از آزادی دفاع میکنن پرونده سازی میکنه. و ما نشستیم پشت صفحه های موبایلمون اسکرول میکنیم، هشتگ میزنیم، لایک میکنیم و فکر میکنیم نسل انقلابی هستیم، در حالی که داریم دقیقاً همون کاری رو انجام میدیم که اونا میخوان. ساکت بمونیم، سرگرم بمونیم و به مرور یادمون بره آزادی اصلاً چی بود. به ما دروغ گفتن، قشنگ و تمیز، با واژه‌های شیک و روشنفکرانه. گفتن برای امنیت باید آزادی رو فدا کنیم. گفتن حریم خصوصی یه چیز قدیمیه. گفتن حرف زدن باید مسئولانه باشه، یعنی فقط اون حرفی که به مذاقشون خوش میاد. ولی دارن یه قفس طلایی میسازن و ما خودمون داوطلبانه توش میمونیم. ما داریم میراث را که با رنج به دست اومده بود با یک کلیک قبول دارم ازش میگذریم. نسل ما احتمالاً آخرین نسلیه که مزه واقعی آزادی رو حس کرده و قراره به عنوان نسلی تو تاریخ ثبت بشه که آزادی رو از دست داد، نه با زور، نه با گلوله، بلکه با بیخیالی. زمان داره تموم میشه و اگه هنوز داری فکر میکنی یکی دیگه قراره کاری بکنه، باید بدونی اون یکی دیگه هم دقیقاً همین فکر رو کرده.